مردی تو فصل زمستون وارد روستایی شد و دنبال سرپناهی میگشت تا شب رو اونجا سپری بکنه. اما روستایی‌ها بهش اجازه نمیدادن که توی خونه هاشون بمونه. زمانی که توی روستا در حال گشتن بود به خونه ای رسید که دید مردم توش خیلی رفت و اومد دارن. از یکی از روستایی‌ها پرسید اینجا چه خبره؟ مرد جواب داد یکی از اهالی روستا درد زایمانش 3 روزه که شروع شده اما بچهش به دنیا نمیاد. مردم دارن براش دنبال دعانویس میگردن. مرد مسافر در جواب میگه من دعانویس هستم. مردم روستا سریعا برای خودش و خرش جای گرم و نرمی آماده میکنن تا استراحت بکنه و براش کاغذ قلمی میارن تا دعا رو روی اون بنویسه. مرد روی کاغذ چیزایی مینویسه و میگه این دعا رو توی آب بندازید و آبش رو به خورد زن بدید. زن از اون آب مینوشه و چند دقیقه بعد بچه سالم به دنیا میاد. چند روز بعد هوا خیلی بهتر میشه و مرد مسافر روستا رو ترک میکنه. بعد رفتنش یکی از اهالی کاغذ دعا رو باز میکنه و میبینه که روش نوشته خودم به جا خرم به جا، میخوای بزا میخوای نزا.